به نام خدا. سلام، سمیه خجسته هستم با درس جمع و تفریق رادیکال ها ریاضی نهم صفحه 73 در خدمتتونم. ضرب و تقسیم رادیکال ها خیلی راحت بود و ما فقط کافی بود که فرجش رو چک کنیم که فرجه ها مثل هم باشن. اگر فرجه ها مثل هم بود، عددهای زیر رادیکال رو میتونستیم در هم ضرب کنیم یا بر هم تقسیم کنیم. در تقسیمش فقط گفتیم مواظب باشیم عدد دوم که قرار مخرج کسر بشه صفر نباشه. در جمع و تفریق رادیکال ها ما باید دو تا چیز رو چک کنیم. یک این که حتما فرجه ها مثل هم باشن. دوم عدد زیر رادیکال ها هم مثل هم باشن. اگر عددهای زیر رادیکال مثل هم بود، فرجه ها هم مثل هم بود، من اجازه دارم رادیکال ها رو با همدیگه جمع و تفریق کنم. چطوری جمع و تفریق کنم؟ بازم این حرفی که دارم میزنم به این معنی نیست که عددهای زیر رادیکال با هم جمع یا تفریق بشه. اینجا رو دقت کنید، نوشته 7 رادیکال 2 به اضافه 3 رادیکال 2. عددهای زیر رادیکال مثل همه، هر دوتاش دویه. فرجه ها هم مثل همه، هر دوتا فرجه دویه. گفتیم اگر رادیکال فرجه نداشته باشه فرجش دویه. اگر رادیکال ها عین هم بود، من میتونم عددهای پشت رادیکال رو با هم جمع یا تفریق کنم. هر رادیکال مثل یه x عمل میکنه. اگر من داشتم 7x به اضافه 3x، مگر نمیگفتم 7 به علاوه 3 10x؟ اینجا هم داره میگه 7 رادیکال 2 به اضافه 3 رادیکال 2 میشه 10 رادیکال 2. همین اتفاق برای تفریق میفته. 7 رادیکال 2 منهای 3 رادیکال 2 جواب 4 رادیکال 2. چون هر دوتا رادیکال 2 هستش، من اجازه دارم از هم عددهای پشتش رو از هم کم کنم. یه مثال دیگه، من دارم 5 رادیکال 3 منهای رادیکال 3. قسمت رادیکالی عین همه، پس عددهای پشتش رو من از هم کم میکنم. 5 منهای پشت رادیکال 3 هیچ عددی نیست، مثل 1 میمونه. عین x که هیچ عددی پشتش نداشت، ضریب نداشت، ضریبش 1 بود. اگر رادیکالی هم پشتش هیچ عددی نداشت، عدد پشتش رو ما 1 حساب میکنیم. 5 رادیکال 3 منهای 1 رادیکال 3 جواب 4 رادیکال 3. خب حالا اگه به اینا فرجه بدم، فرجه 3 همین میشه با فرجه 3. هیچ فرقی نمیکنه، فقط مهم اینه که عددهای زیر رادیکال و فرجه ها مثل هم باشه. خب اگه همیشه به این راحتی باشه که خب عملا انگار داریم عبارت جبری انجام میدیم، کاری نداره. به مثال بعدیش دقت کنین. نوشته رادیکال 12 به اضافه 9 رادیکال 3. عددهای زیر رادیکال مثل هم نیست، ولی فرجه ها مثل همه. من میتونم رادیکال 12 رو بنویسم 4 ضرب در 3. رادیکال 4 ضرب در 3 میتونم جداش کنم، رادیکال 4 ضرب در رادیکال 3. سادش کنم، رادیکال 4 میشه 2 ضرب در رادیکال 3 که میشه 2 رادیکال 3. این 2 رادیکال 3 از اینجا اومده. 12 رو تجزیهش کردم، از زیر رادیکال قسمتی که تونستم بیارم بیرون آوردم بیرون، شد 2 رادیکال 3 به اضافه 9 رادیکال 3. حالا عددهای پشت رادیکال با هم جمع میشن 11 رادیکال 3. چند تا نکته هست، من نکات رو بهتون بگم بعد بریم سراغ تمرین های بیشتر. مثلا من دارم رادیکال 3 به توان 2 ضرب در 2 به توان 5 ضرب در 5. فرجم چنده؟ خب چون رادیکالم فرجه نداره فرجش 2. از زیر رادیکال با فرجه 2 توانهای زوج به راحتی میان بیرون. 3 توانش زوجه، مشکلی ندارم، ولی 2 به توان 5 توانش فرده.
ببخشید 2 توانش فرده، یا 5 به توان 1. 5 توانش فرده. با 3 به توان 2 مشکل نداریم. با 2 به توان 5 هم میشه یه کارایی انجام داد. میتونم 2 به توان 5 رو بیام بنویسمش 2 به توان 4 ضرب در 2. اینو تو قسمت رادیکال ها توضیح دادم قبلا. اینجا فقط جهت یادآوریه. من اینو میام مینویسم 3 به توان 2 خودش. به جای 2 به توان 5 مینویسم 2 به توان 4 ضرب در 2 به توان 1 ضرب در 5 به توان 1 هم که خودش، که توان 1 رو میتونیم نذاریم. حالا کاری که میکردیم، اگر عددی توانش زوج بود زیر رادیکال قرار داشت، من عدد رو میارم بیرون، پایه رو مینویسم، توانش که 2 تقسیم بر فرجه 2 میکنم. یعنی 3 به توان 2 میشه 3 به توان 1. برای 2 به توان 4 توانش زوجه، میارمش بیرون، 2 رو مینویسم، توان 4 رو تقسیم بر فرجه که 2 میکنم، میشه 2. یعنی عددهایی که الان میاد بیرون، یکی 3 به توان 1، یکی 2 به توان 2. بینشون چیه؟ بینشون ضربه. یه دونه 2 و یه دونه 5 میمونه. 2 به توان 2 میشه 4. 3 4 تا 12 تا رادیکال. زیر رادیکال چی مونده؟ 1 2 1 5 2 5 تا 10 تا 12 رادیکال 10. این فقط جهت یادآوری بود برای انجام چند تا جمع و تفریق رادیکالی. خب مثلا من اینجا میخوام یک جمع و تفریق انجام بدم. رادیکال 18 به اضافه رادیکال 50 منهای رادیکال 72. ما گفتیم اگر فرجه و عدد زیر رادیکال مثل هم باشه جمع و تفریق انجام میشه. همین الان خودمو بکشم کنار بگم عددهای زیر رادیکال مثل هم نیست، پس جمع و تفریق انجام نمیشه. گفتیم اول باید بریم تجزیهش کنیم. رادیکال 18 رو میتونم بنویسم 9 ضرب در 2 به اضافه رادیکال 50 رو بنویسم 25 ضرب در 2 منهای 72 رو بنویسم 36 ضرب در 2. اگر تجزیه رو ادامه بدم، به جای 9 میتونم بنویسم 3 به توان 2، به جای 5 بنویسم، به جای 25 بنویسم 5 به توان 2 و به جای 36 بنویسم 6 به توان 2. میتونم هم همینطوری بگم خب 9 میاد بیرون 3 میشه، 25 میاد بیرون 5 میشه، 36 میاد بیرون 6 میشه. برای هر کدومم یک دونه 2 زیر رادیکال میمونه. یعنی بنویسم 3 رادیکال 2 به اضافه 5 رادیکال 2 منهای 6 رادیکال 2. پس شد 3 رادیکال 2 به اضافه 5 رادیکال 2 منهای 6 رادیکال 2. 3 به اضافه 5 میشه 8 رادیکال 2 منهای 6 میشه 2 رادیکال 2 و تمام. برگردیم سراغ فعالیتی که اینجا تو کتاب گذاشته. اومده گفته که ضلع مربعمون x محیط و مساحتش رو به دست بیاره. ولی طول قطر رو به من داده 2 رادیکال 6. اگر قطر رو داشته باشم برای مساحت به مشکل نمیخورم، چون مربع نوعی لوزیه. با کمک طول قطرهای لوزی میتونستم مساحت رو حساب کنم، پس با کمک طول قطرهای مربع هم میتونم مساحت رو حساب کنم. ولی برای محیطش حتما باید ضلعش رو داشته باشم. پس اول بیایم ضلع مربع رو حساب کنیم، بعد بریم سراغ محیط و مساحتش. پیشنهاد من اینه که به راهنمایی‌های کتاب اصلا توجهی نداشته باشیم. بخوایم جا خالی‌هاش رو پر کنیم شاید بیشتر اذیت بشیم. پس خودمون بیایم حلش کنیم. قطر رو میذارم 2 رادیکال 6. اول بذار مساحتش رو حساب کنم، خیالم از مساحت جمع بشه. مساحت لوزی میشد قطر ضرب در قطر تقسیم بر 2. چون مربع نوعی لوزیه، پس میام مساحتش رو می نویسم
2 رادیکال 6 ضرب در 2 رادیکال 6 تقسیم بر 2. 1 2 با 1 2 خط میخوره. رادیکال 6 ضرب در رادیکال 6 میشه رادیکال 6 به توان 2. پس جوابم میشه 2 ضرب در رادیکال 6 به توان 2. این 2 با رادیکال خط میخوره. 2 6 تا 12 تا. قطر رو گفته بود 2 رادیکال 6 متر. پس الان که من مساحت رو به دست آوردم شده 12 متر مربع. این مساحتمون. حالا میخوام محیطش رو حساب کنم. برای محیط مربع دیگه من نمیتونم با قطرش محیط مربع رو حساب کنم. باید حتما ضلعش رو داشته باشم. اگر به اینجا دقت کنین من یک مثلث قائم و زاویه دارم. توی این مثلث قائم و زاویه قطر رو دارم. قطر در اصل وتر مثلث قائم و زاویه‌مه. این مثلث قائم و زاویه روی اضلاع مربع درست شده. 2 تا ضلع مربع هم که با هم برابره. پس 2 تا ضلع مثلث قائم و زاویه هم با هم برابره. فرمول داشتیم. وتر به توان 2 برابر بود با ضلع به توان 2 به اضافه ضلع به توان 2. وتر هم هست 2 رادیکال 6 به توان 2. هر کدوم از ضلعام هم که اسمشو گذاشتم x. پس میشه x2 به اضافه x2. پشت x2 ها چیه؟ عدد 1. من میتونم چون جملات متشابه هم با هم جمع کنم. x2 به علاوه x2 میشه 2 تا x2 برابر میشه با 2 رادیکال 6 به توان 2. این توان 2 هم مال 2 که 2 به توان 2 میشه 4. هم مال رادیکال 6 که رادیکال 6 به توان 2 میشه 6. پس جوابم میشه 4 ضرب در 6 یعنی 36. ببخشید 24. حالا x2 رو میخوام. x2 برابر میشه با 24 تقسیم بر 2 یعنی 12. x به توان 2 شده 12. من x رو میخوام. مخالف توان جذر x میشه رادیکال 12. ضلع رو به دست آوردم رادیکال 12. من این قسمت رو پاک کنم تا محیط مربعم رو حساب کنم. مساحت رو حساب کردیم. حالا محیط مربع. محیط مربع برابر میشه با 1 ضلع ضرب در 4. ضلعم چیه؟ رادیکال 12 ضرب در 4 میشه 4 رادیکال 12. آیا ساده تر هم میشه؟ بله. 12 رو من میتونم تجزیهش کنم. به 4 پشت رادیکال کار ندارم. به جای رادیکال 12 می نویسم 3 ضرب در 4. حالا این 4 از زیر رادیکال میاد بیرون میشه 2. یه 4 هم پشت رادیکاله. بین 4 و رادیکال هیچی نیست یعنی ضربه. پس 2 در این 4 ضرب میشه 8 رادیکال 3. با توجه به این موضوع برم یه دونه جمع و تفریق دیگه برای شما مثال بزنم و تمام. جمع و تفریق رو میخوام دیگه انجام بدم. داریم 7 رادیکال 2 به علاوه 3 رادیکال 12 منهای 2 رادیکال 18. اگر بخوام همینجوری انجامش بدم میگم خب جمع و تفریق انجام نمیشه چون عددهای زیر رادیکال مثل هم نیست. ولی گفتم باید حتما تجزیه کنم، ساده کنم، شاید مثل هم شد. اولی رادیکال 2 که خب هیچ تغییری نمیکنه. اما 12 رو میتونم بنویسمش 3 ضرب در 4 که 4 از زیر رادیکال میاد بیرون. 18 رو بنویسم 2 ضرب در 9 که 9 از زیر رادیکال میاد بیرون.
انجامش بدیم. 7 رادیکال 2 به علاوه 3 رادیکال 3 ضرب در 4 منهای 2 رادیکال 2 ضرب در ادامش. گفتیم 4 بیاد بیرون میشه 2، 9 بیاد بیرون میشه 3. اولی 7 رادیکال 2 خودش، دومی یه 3 پشت رادیکاله، یه 2 میاد بیرون، 2 3 تا 6 تا 6 رادیکال 3 منهای دومی یه 2 پشت رادیکاله، یه 3 هم میاد بیرون، 2 3 تا 6 تا 6 رادیکال 2. ببینیم ساده تر میشه یا نمیشه. 2 تا رادیکال 2 دارم، عددهای پشتشون رو میتونم با هم جمع و تفریق کنم. 7 رادیکال 2 منهای 6 رادیکال 2 میشه 1 رادیکال 2 که 1 رو میتونم ننویسم. یه دونه رادیکال 3 دارم، پس به اضافه 6 رادیکال 3. کسی نیاد اینها رو با هم جمع و تفریق کنه. این مثل x به اضافه 6y میمونه. همینطور که اینجا جمع و تفریق نمی کردم، رادیکال 2 به علاوه 6 رادیکال 3 هم با هم جمع و تفریق نمیشه. بعضا تو امتحان دیدم که نوشتن 6 رادیکال 5 یا نوشتن 7 رادیکال 5. اینا اشتباهه، این کار انجام نشه.